عباس صمدی نام دارم، وکیل گذر تیمنی سابقه می باشم، گذر 17. هرچی که شما خبر دارین که در این اواخر تقریباً بعد از 1 قرن بعد دیگه مردم تیمنی و کلابشتد آرای یک سرک شدن و این سرک هم شما خبر دارین که مدت 11 ماه قراردادش بود. مدت 2 ماه کمتر میشه که سرکای از سرک 6 سابقه تیمنی گرفته تا الی سرک 13 نو بازسازی شده. در اون جمله تقریبا 86 کوچه است، 6 سرک است. ما از اول هم برای رئیس خود آبرسانی 2-3 باره که ما امروزشان نشست داشتیم برشان گفتیم شما چرا همین کار پیش از اینکه همین سرک جور شود شما چرا همین کارتان نکردین؟ در وقتی که سرک جور شد شما حالا آمده کارتان شروع کردین. شما هنوز هم میبینید که سرک هنوز هم به پختگی خود نرسیده، همین سرک به پختگی خود نرسیده و ما را گفته بود که تا 2 ماه باید هیچ وقت توناژ بلند اجازه ندین که داخل سرک شود. اگر موترهای خود میشه پروا نداره. توناژ بلند به این خاطر نشه که چرا این را دمی آخرای زمستانی سرک انداختن. به خاطر از همین چین رئیس صاحب نهایان به جریان بود و خود شاروال صاحب ما چندین بار بنای مربوطان پیشنهاد دادیم دیگه کردیم. گفتن اینا یک پروژه آلمان است که ترکا قرارداد کردن و اینا بارسازی میکنن، آب آشادانی میایه و بسیار یک مصرف بالا، مصرف گزاف دهی شده، شما باید اجازه بدن. فقط یک اعتراض ما فقط اینمی است از کارمندا یا زمین مسئولین آبرسانی که چرا میردن وقت و شروع نکردن. ما از این پروژه مثلا رضایت نداریم. رضایت ما به این وسیله است که نمی ترمیم شده. این سرک پارسال به عهد اعظمیش به بسیار کیفیت بالا ترمیم شده. ولی من نمیفهمم که پلان وزارت شهرسازی و شاروالای است چرا تو به پلان کار میکنن. ولی کسایی که انجینرایی که اینجا زحمت میکشه ما از این کدام مشکلاتی نداریم. یا کار خود میکنن. پلان اساسی از بالا خراب است. چرا پیش از این سرک سازی نمی پلان تطبیق نمیکردن؟ این حالی هم برای مردم درد سر است، هم مصارف بجایزی که همین مصارف دیده شود حداقل 3-4 سرک دیگه جای دیگه جور میشد. ریاست آبرسانی برای ما میگه یک فرم بگیرین، از نل نیمه 4,500 تحویل کنین و از نل 1 اینچ 8,000. این مردم بی وضاحت است، نمیتونه اینقدر پیسه که در این نلا کمک شده این چی میشه؟ این مردم نمیتونه که 4,000 یک قدم را فرض کنیم 2 متر است، در 2 متر یک خانه نل 300 است. نال 4,500 بسیار پیسه است. اینمیر یک خواهش داریم که توجه کنند. پروژه میان مدت شهر کابل که در فرجامین وقت انجامش هست، انشالله تا 1 سال دیگه ای به بهره برداری سپرده خواهد شد. یکی از بزرگترین پروژه های آبرسانی در افغانستان و هست و یکی از معیاری ترین پروژه های در سطح منطقه میتونم بگویم هست. این پروژه بیش از در حدود 100 میلیون دلار سرمایه گذاری شده روی ازی و از بگرامی ما آبر تا تی مسکن تا قسمت های تیمنی و نایی دوم و نایی چهارم را انشالله تحت پوشش خواهد گرفتیم و از اونجا آب انتقال خواهد دادیم. من میخوایم که خدمت شهروندان عزیز خود به عرض برسانم که اگر در جاده ها کندنکاری صورت میگیره و یا ای که قطع سرک صورت میگیره، ای با تفاهم با شاروالی محترم کابل است و با اطمینان برای شما اطمینان میدم که پس به صورت معیاری در هر جایی که هر گونه کندنکاری صورت بگیره به صورت معیاری و مطابق به مو استاندارد دوباره او بازسازی میشه، دوباره سازی میشه و پس برای مردم و برای شاروالی محترم تقدیم میشه، یعنی ارائه میشه.
هرگز شرکت آبرسانی افغانستان طرفدار از این نیست که خدا نخواسته با یک فعالیت انکشافی یک فعالیت دیگر متضرر بسازه یا با کار کردن یک اداره دیگر متضرر شود. هرگز ما طرفدار از این کار نیستیم، اما متاسفانه شما میفهمیم که بنا به نبود بودجه، بنا به وابستگی‌هایی که ما برای دوستای بین المللی به خاطر حمایت مالیشان داریم از پروژه انکشافی ما، همیشه نمیتونه که تمام فعالیت ها مثل فعالیت های شهرولی، آبرسانی، برشنا، مخابرات و کسایی که در شهر کار میکنن همزمان صورت بگیره، همزمان انجام شود. به این خاطر اینا متفاوت هستند با اوقات مختلف. یگان وقت میشه که تا شبکه آبرسانی ما به خاطر سرکسازی آسیب میبینه، یک وقت میشه به خاطر برق آسیب میبینه، اما این یک موضوع بسیار زیاد عادی و تکنیکی هست. مهم است که ما متحد برای بازسازی مجددش با استانداردی که او تطبیق شد با همون استاندارد هستیم. انشالله که با تطبیق از این پروژه قسمت زیادی از شهروندای عزیز ما با استانداردترین خدماتی که شما فکر میکنن انشالله برای از اون خدمات خواهد صورت گرفت و انشالله مستفید خواهد شدن. شهروالی کابل همواره تلاش کرده تا برای ایجاد سهولت برای شهروندان عزیز پروژه های عامل منفعه در نقاط مختلف سطح شهر تطبیق بکند. به همین منظور تفاهم نامه میان اداره های محترم اترا، شرکت برشنا، ریاست محترم آبرسانی کانالیزاسیون شهری آماده شده تا مطابق به تمامی اطراف ذی دخل مکلفیت های خود را در قسمت تأسیسات عامل منفعه بدانند و مشخص شده است. در صورتی که یکی از اداره های ذی دخل باعث صدمه بر تأسیسات ایجاد شده از سوی یکی از اداره ها میگردد، مکلف است تا به حالت اولی آن دوباره بر بگرداند. به همین منظور در صورتی که تأسیساتی که از سوی شهروالی کابل صورت میگیره در سطح شهر کابل و صدمه میرسد از سوی یکی از اداره های ذی دخل، اونا مکلف هستند تا این تأسیسات را به حالت اولی آن بر بگرداند. همچنان در اول سال شهروالی کابل کتباً با تمامی اداره های ذی دخل پروژه های تطبیقی خود را شریک می سازد و از اونا هم در قسمت شریک ساختنش همکاری می خواهد تا ای که در جریان سال پروژه ها با تفاهم و همچنان در مطابقت با همه پلان ها تطبیق کرد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.